از زمان معرفی کرانتین 21 روزه در هندوستان که 24 مارس شروع شد، مهاجران کاری اکثرا پای پیاده عازم زادگاه‌هایشان شدند. نگرانی زیاد است که هنگام بازگشت 120 میلیون مهاجر کاری کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 را به ناحیه‌ها و دهات دوردست میبرند که برعکس نقشه حکومت هندوستان است. 3 روز باز هم رو با کودکانمان در راه میباشیم. جمعاً 7 نفر هستیم. مشکل زیاد است. چرا حکومت نمیماند به دهه‌مان برگردیم؟ بسر و سامانی روزهای اخیر باعث شد که روز یکشنبه سروزیر هندوستان نریندرا مودی از مردم کمبغل این کشور معذرت خواست. حکومت هندوستان برای رفع عاقبت‌های کرانتین ضد کرونا ویروس 23 میلیارد دلار کمک وعده کرده است. اقتصاددان‌های بین المللی و داخلی تخمین می‌کنند که این مقدار پول برای یک کشوری که بیش از 1 میلیارد و 350 میلیون اهالی دارد کافی نیست. مردم زیادی در دهلی نو طلب دارند که به آنها شرایط بازگشت به زادگاه‌هایشان فراهم آورده شود. ولی آنهایی که برگشته‌اند با مشکل‌های بیشتری مواجه می‌باشند. در یک دهه ولایت بنگال غربی عائله‌ها سرفرزند بوده امکان تشکیل کرانتین برای افراد علاهیده را ندارند. از این رو فعالان دهه در بالای درختان جای خواب تشکیل نموده مردم برگشته را به نوبت به کرانتین 14 روزه در شاخه‌های درختان می‌فرستند. طبیبان دستور دادند که در خانه باشیم و خود را از مردم دور نگه داریم. ما امکان نداریم اتاق خاصی را برای کرانتین اختصاص دیم. پیشوایان دهه به خلاصه آمدند که ما باید در بالای درختان اقامت کنیم. در شهرهای هندوستان باشد شمار معین قطاره‌های راه آهن به شفاخانه بیماران کووید 19 تبدیل یافته است.